پیرزنی تنها از سرزمینی دور به شهر محل زندگی ویلیام کوچولو اومده بود. اون خیلی کثیف و ژولیده به نظر می رسید. اوایل فصل بارندگی بود. صورت پیرزن فقیر چین و چروک داشت. وقتی که مردم شهر از دور اونو دیدن، تمام وسایل خودشونو دور نگه داشتن و به خاطر قیافه پیرزن به اون خندیدن. یکی از مردان که از اهالی شهر بود با بی‌ادبی پرسید: پیرزن، چرا به شهر ما اومدی؟ پیرزن اینطور جواب داد: مردم عزیز، من از سرزمین دور سفر می کنم و تا به اینجا برسم دزدا بهم حمله کردن و بعد از اینکه همه چیزمو گرفتن و کتکم زدن ولم کردن. ازتون خواهش میکنم اجازه بدین تا آخر امروز با یکی از شما بمونم. الانه که بارون شروع بشه و به زودی هم بر نمیاد. من جای خواب و غذا برای خوردن ندارم. لطفاً به هم کمک کنی. مردم شهر بر سر پیرزن فریاد زدن و گفتن: در شهر ما جایی برای آدمای فقیر، بدقیافه و ژولیده‌ای مثل تو نیست. همین الان از شهرمون برو بیرون. وقتی پیرزن با ناراحتی و عصبانیت برگشت که شهر رو ترک کنه، ویلیام کوچولو دلش به حال اون سوخت و دنبالش رفت و وقتی که به اون رسید گفت: ببخشید خانم، شنیدم که به مردم میگفتین که غذایی برای خوردن نداری. اینجا یکم بادوم زمینی دارم، میتونین با من بخورین. پیرزن تحت تأثیر محبت ویلیام کوچولو قرار گرفت و از اون تشکر کرد و کمی بادوم زمینی از اون گرفت. در همان شب پیرزن به شهر ویلیام کوچولو برگشت و شروع به خواندن کلماتی کرد: ببار بارون، اونقدر از آسمون بریز که مردم رو از پا در بیاری و خونه هاشون رو خراب کنی. اموالشون رو از بین ببر و خودشون رو غرق کن. همزمان با خواندن پیرزن بارون هم شروع به باریدن کرد. همه مردم شهر آشفته و سردرگم شده بودند. همه دیدن که پیرزن باعث این بارندگی شدید بود. مردم همه به اون التماس کردن که پیرزن به اونها رحم کنه، اما اون عصبانی تر از این بود که دلش به حال اونها بسوزه. چون وقتی که وارد شهر شده بود اونها رفتار زشتی با اون داشتن. در نهایت ویلیام کوچولو به طرف پیرزن رفت و از طرف کل مردم شهر عذرخواهی کرد. پیرزن به خاطر مهربانی ویلیام کوچولو با اون در اوایل روز به مردم شهر رحم کرد و جلوی بارندگی رو گرفت تا اموال و وسایل مردم خراب نشه و یک بار دیگه به خاطر رفتار محبت آمیز ویلیام کوچولو از اون تشکر کرد. مردم شهر هم به خاطر نجاتشون از ویلیام کوچولو تشکر کردند. از اون روز به بعد هر کس وارد شهر می شد مردم با مهربونی از اون پذیرایی می کردن. این شهر به خاطر رفتار خوب ویلیام کوچولو به مهربونی معروف شد.